سلام دوم به نجات شیر خدا امیر المؤمنین مشکل جای نبی آدم رو بلندتر و قطعاتر بفرستم يكرب بلا بشر منه اللعنة تكتو سريب الغرباء سلما اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله يا آن روز که به داغ غمت مبتلا شدیم دلخونتر از شقایق دشت بلا شدیم ما یادمان که نیست ولی راستی حسین با درد غربت تو کجا آشنا شدیم ممنون از این که آمدی آقای ما شدی ممنون از این که آمدی آقای ما شدی ممنون از این که نوکر این خانه ما شدیم چه زود دهه محرم داره تموم میشه امروز روزی سالت رو از ابی عبدالله بگیر به ارباب بگو آقا جان ما رو هم ببر تو کشتی نجات تون به آقا بگو از اون نگاهی که به زهیر کردی زهیر رو عاقبت به خیر کردی به ما هم بنداز آقا جان از امروز دیگه لعن سلام های بر حسین با روزای قبل خیلی فرق میکنه از امروز اگه خواستی بر حسین سلام بدی باید اینجور سلام بدی السلام علی الرأس المرفوع سلام بر اون سرهای بالای نیزه رفته السلام علی المنحور فی الورای سلام بر اون که در میون مردم سرش رو بریدن السلام علی الاعضاء المقطعات سلام بر اون اعضای قطع شده السلام علی البدن السلیم سلام بر بدنی که غارت شد
حتی یه لباس براش نذاشتن. آی غریب مادر حسین، السلام علی القتیل المظلوم، سلام بر اون آقایی که مظلومانه کشتنه، السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن به خون خضاب شده، السلام علی الخد الطریب، سلام بر اون گونه خاک آلود. عرب وقتی خد رو در کنار طریق قرار میده منش اینه که این صورت به زمین خورده و خاک آلود شده، یعنی هر باری که این صورت رو زمین افتاد امام زمان سلام داده. مقتل میگه سه جایی صورت رو زمین افتاد، یا صاحب الزمان آقا جان امروز یه نگاه به مجلس ما بنداز. آقا جان معذرت میخوام، اولین جا زمانی بود که وقف یستریح ساعتا وقد ذوف عن القتال، زبر اندام مبارک شیر شده بود، ایستاد تا اندکی استراحت کنه، فبینا هو واقفون اذ اتاه حجرون فوقعوا على جبهتيه فاخذ الثوب يمسح الدم عن جبهته. در این هنگام ناگهان سنگی آمد بر پیشانی مبارکش اصابت کرد، لباسش رو بالا زد خون را از پیشانی پاک کنه، فاتاه سهم مسموم له ثلاث شب فوقع على قلبه. ناگهان تیر شعبه زرآلودی به قلب مبارکش اصابت کرد. ثم اخذ السهم فاخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأنه میزاب. میگه خون مثل نابدان فوران کرد، فذوف عن القتال ووقف حسین. یه وقت صالح ابن وهب ملعون چنان نیزهی به پهلوی حضرت زید، طعنه صالح ابن وهب المری على خاصرته طعنه، فسقط الحسين عليه السلام عن فرسه إلى الأرض على خده الأيمن، از روی اثر نگون شد. میگن با گونه راست به زمین خورد، اما دومین جایی که با صورت به زمین افتاد اون جایی بود که تا از به زمین افتاد. حملوا علیه من کل جانب، از هر سو به امام حمله کردن. فضربه زرعة بن شریک على كتفه اليسرى. یا زرعة بن شریک ضربه بر کتف چپ امام زید و ضربه آخر على عاتقه المقدس بالسیف. دیگری با شمشیر ضربه بر دوش مبارک امام وارد کرد، ضربتن که باب حال وجه. یه
وقت دیده ابی عبدالله با زور از زمین افتاید و کان قد آیا و جعل ینوء و یکب. بعد از این ضربه به زحمت می نشید. ایزان حرکت می کرد دیگه توان حرکت ایستاده و نشسته رو نداشت. بمیرم آقا جان برایت. سومین جایی که صورت به زمین نشست اون جایی بود که شمر ملعون وارد گودال شد و شمر في مصیبت جدک الحسین. یه وقت سر رو برگردون صورت روی خاک نشست. فقط یه جمله میگم السلام علی مذبوح من الکفایا. سلام بر اون آقایی که از پشت سرش رو بریدن. حسین ترام با خشکی لعیب زب کردن به پیش چشم زینب زب کردن. ترا با سم مرکب زجر دادن. ترایا چنا مرتب زب کردن. حسین جان حسین سمت گودالم